سلام دوستان، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه از کانال صفا گیم. امروز اومدیم براتون با ویدیوی کال آف دیوتی موبایل و اینکه یه دست بتل رویال بزنیم و ازتون میخوام که داخل کامنت ها به هم بگید که قسمت های یا پارت های بعدی ویدیو از چه دسته از بازی هایی باشه، چون اینجا ببینید بخش زامبی داره، مولتی پلیر داره، دیگه همه چی داره. و اینکه لول 37 تیم همونجور که میبینید اسم کانالمونم گذاشتیم صفا گیم لول 37 و بریم که لول همون رو بیشتر کنیم. بریم سراغ ویدیو. بله دوستان، الان وارد بازی شدیم. یک دقیقه باید صبر کنیم تا بازی بیاد بالا و شروع کنیم. یارامونم اسمشون NNKGGD شماره 3، شماره 2 شماره 2 محمد، شماره 4 هم فردوسی. خب بله، همونجور که میبینید منتظر مونیم تا بازی شروع بشه. 30 ثانیه مونده. بریم یه چند تا بات بزنیم و بیایم. البته معلوم نیست باتن یا پلیرن. خب یه 5 ثانیه مونده تا وارد بازی بشیم و شروع کنیم. خب بتل رویال. خب همه به من وصلن برای پریدن. من فارم رو انتخاب میکنم که جلوتره. آره، فارم داخل مپ. ببینیم فارم نزده. فارم کجاست؟ اوناش. خب همینجا میپریم. بچه بعد اگر گانی هم که میشناسید و مد نظرتون من نبردم دیگه ببخشید، من هنوز خیلی نوبم. خب این خب انشالله با هم اگر همراه باشیم و لولامون رو بالاتر ببریم میتونیم ادعای پرو بودن رو داشته باشیم. خب شماره 2 انگار میکروفونش بازه. صدای بازی رو یکم ببریم بالا که ببینیم چی به چیه. اینجا هم خوردن، صدای تیر میاد. سمت شماره 4 تیراندازیه. کجاست؟ خب بریم لوتش میکنیم. اینم از این. آره خوبه.
خب شماره 2 هم هی داره زر میزنه. خب میزره هم بپوشیم، بریم اینجا هیولا رو فعالش کنیم و لوتاشو ببریم. خب چی جوریه؟ یارم رفته. آه. من برم پیش یارام، دخل منو نیاره، از همینجا میزنمش. خب دوباره اسپانش کنیم. تا الان 75 نفریم. بودو. خب حالا اگر دوباره اسپان شه، تمام. آه تا حالا یک کیل داشتیم. خب اینا هم به درد میخورن. نه کجاست؟ آه خب اینم از این. بریم که داره زون میاد. و اگر تا اینجای ویدیو اومدین، اگر لایک و سابسکرایب فراموش شده، سابسکرایب کنید و لایک و ویدیو هم یادتون نره. خب اینجا هم لوتش کردیم دیگه. خب اینم خب یه ماشین اگر بتونیم پیدا کنیم، زونم اومد. دیگه من رفتم داخل اسمش بود این گردالی همین دایره. خب برم یه ماشین پیدا کنم. شماره 3 داخل زون مونده. آهاشش نزدیک زومیم و هی ممکنه که زوم به اون نزدیکتر شه، ولی خب تازه ایستاد.
خب اینم از اینجا اینو اگر به ما بدی. خب بریم. از این برم صدا پا دارم. صدا پا هم بالاست. خب اینم از این. از سمت شمارسه هم صدا تیراندازی میومد تازه. خب آره موتور. خب اینو ببریم. بریم. آره سمت شمارسه دوباره سر صدا هست. بریم سوارش کنیم. خود شمارسه کجا؟ کیو کشتی؟ این چی داره؟ لوتش کرده. یه دوتا بزنیم بیادش. حالا اگر سوار شد خب بریم. فقط 38 نفر مونده. شد 37. این ماشین هم خاطر کیده. بیا اینجا. اگه لوت نداره. خب بریم. اینجا یخه. آب چیه؟ یخه. آره صدا پا. خب تا الان ما سه کیل داشتیم. اینم خواهی چی بدن بخوری نداشت. از کجا داره ما رو بیزن؟ خب اینم از این. بریم. این شماره 2 هی حرف میزنه. بیا. نه آخر کدوم زد نفهمیدیم. خب بریم. اینم شماره 4 نزدیکمونه. همینجاست. خب 20 نفریم. یعنی اگر برنده بشیم خیلی خوب میشه. اوف. حالا چه جوری بیایم بالا؟ تانک تا زون اومده. بریم تانک رو برداریم. فشار بیار لامس. زون اومد ولی تانک رو برداریم. خب کی داشت منو میزد الان؟ با تانک بزنیمش. سوار شو. وای افتادم. چرا
حالا میام بالا وایسا. اینجایی؟ باشه خب آقا چرا چیزی بهش حسابت نمیکنه؟ خب بیا میبری روم نداره که رو از این 6 کیلو. خب این دراپ هم داره میفته. همینو بریم. من با این وجود تانک بدون من تقویت کنم اسلحه ها رو. خب آره حالا این نه انجام دیگه. خب ولی باز خوبه. خب این دراپ هم اونجا افتاده. خب شما رو یک برش ندار. این میگه برش ندار. ما هم همینجا منتظر مونیم دیگه تا پلیرها بیان. الانم چندیم ما؟ چند نفریم؟ 13 نفریم. آره و بریم داخل دایره افتاده اینجا. خب آب چیکارش کنیم؟ همینجا میستیم. خب همینجا خوبه. تازه هم کم هم کردیم. چیزی اگر باشه تیراندازی سلکت کسی که داشت میزده شنگ کرد. بمیر کنم اگر بمیره ما برنده میشیم. نه اونا خب 5 نفریم. فقط یه نفر مونده. ناش بودو ای احمق. بله بتل رو بردیم از بین 100 نفر. خب خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراهمون بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا این ویدیو دیگه خدافظ.